سلام علیکم، احوال شما؟ آقا دقت کردین؟ چجوری بگم، هر کسی یه چیزی، یه مالی داره که خیلی دوستش داره و همیشه حواسش به اون جنس هستش و خیلی ازش مراقبت میکنه و کلا دلی دوستش داره. در رابطه با من یه سمند سورن قرمز داشتم، خیلی دوستش داشتم، خیلی بهش میرسیدم، همیشه ترتمیز نگهش دارم. یه حالت نیمچه اسپورتی هم داشتش و یه جورایی هم تو محل تابلو شده بود دیگه، همه میدونستن که این سمند قرمز رشیده. آقا سرتون درد نیرم، یه مدت بودش که ما پیش یه عزیزی که میرفتیم از اقوام، شبا بغل خونهشون یه پارکینگ بزرگ داشت، میذاشتیم اونجا و نمیدونم چرا یکی از همسایه ها کم لطفی میکرد و هر از گاهی رو بدنه ماشینم خط مینداخت یا چه میدونم کرکسیف میکرد ماشینم و هر دفعه میومدم میدم رو درش، روی کاپوتش، رو صندوقش همیشه خط میندازه. معلوم نبود کی بود و هی من مجبور میشدم ماشین رو وقتی میبرم خونه دوباره پلیش کنم، دوباره ترتمیزش کنم و مجبورم بودیم که اونجا بذاریم ماشین رو، چون پارکینگ دیگه ای نبود و مزاحم کسی دیگه ای هم نمیشدیم و یه پارکینگ عمومی بود. تا اینکه کار به جایی رسیدش که یه روز صبح اومدم دیدم که، حالا عکسش هم بالا میذارم، دیدم که ماشینم روی آجره و لاستیکاشو باز کردم. گویا دیگه خیلی ناراحت بودن از سمند من و خواستن اینجوری جبران کنن کارایی که قبلا کرده بودم. خلاصه دیگه دیدم که دیگه واقعا کاریش نمیشه کرد و دوباره مجبور شدم رینگ و لاستیک براش بگیرم و بذارمش تو نمایشگاه یکی از دوستان برای فروش. و واقعا نمیدونم چرا بعضی از آدما اینقدر کم لطفی میکنن. میدونم میخوان مثلا حرصشون رو سر مردم اینجوری خالی کنن، واقعا نمیدونم. گفتم که این قضیه رو با شما در میون بذارم. قربان شما.